من اعتقادی به این که کرم پودر بر پایه آب، الکل، روغنه کلا ندارم. همه کرم پودرها دارن این سه مورد رو، ولی درصدشون با هم فرق میکنه. 2 دسته کرم پودر داریم. اگه ریختی رو دستت شره کرد یعنی رقیقه. یعنی مناسب پوست خشک؟ نه، یعنی کاور پایینتری داره، مناسب تره برای پوست خشک. ما کرم پودر مخصوص پوست خشک نداریم، مناسب تره برای پوست خشک. اگه زدی رو دستت شره نکرد یعنی غلیظه و کاور بالاتری داره، پس چیه؟ مناسبه برای پوست چرم. از کرم پودر مهمتر حواستون باشه زیرسازیه که برای پوست استفاده میکنیم. اگر زیرساز خوب استفاده نکنیم هر چقدر کرم پودر بزنیم بیفایده است. اول پوستی که خشکه میایم بهش آبرسان تزریق میکنیم، بعد میریم هر کرم پودر رو خواستیم روش امتحان میکنیم.